افتتاح خط آهن آقین اندخوی و سایر پروژه های زیربنایی میان دو کشور گام های ارزنده در راستای گسترش بیشتر این روابط بوده و بخش مهم دیدگاه اتصال منطقوی ما را تشکیل می دهد. جای بسیار افتخار است که افغانستان بعد از 100 و چند سال روابط دیرینه‌اش را با کشورهای آسیای میانه تجدید می کند. وظیفه کلیدی ما باعث رئیس جمهور منتخب تا نیست که اقتدار ملی را بر جانشینم به اساس اراده آزاد مردم افغانستان تسلیم کنه.